فهریه evcen گویا زنگ خطرها را جدی گرفته و بیشتر مراقب همسرش بوراک özcevit است. ماجرای جدید چیه؟ با سلبی سودا همراه باشید. بوراک özcevit پسر خوشتیپ و جذاب سینما تلویزیون ترکیه مرزهای معروفیتش رو وسیع‌تر کرده، به طوری که در حال حاضر به خاطر سریال تاریخی و البته بسیار طولانی قیام عثمان که از سال 2019 در حال پخشه، حداقل در 10 کشور دنیا اسمش سر زبون هاست. بوراک özcevit 40 ساله که بیشترین معروفیتش رو مدیون سریال‌های چکاوک و عشق سیاه هست، الان دیگه یکی از چهره‌های برتر و آدم حسابی ترکیه محسوب میشه و البته حواشی و شایعات عضو جدا نشدنی زندگی بوراک هست، خصوصا بعد از ازدواج با فهریه evcen زیبا. فهریه‌ای که به اندازه زیباییش پتانسیل عجیبی برای حاشیه سازی هم داره. البته وقتایی که فهریه همسرش به کار خودش گرمه، باز هم حواشی یه جورایی میان و پیداش میکنن که بزرگترین اونها همونطور که خودتون میدونید از سریال عشق سیاه شروع شد و خب این سریال یه جورایی به کابوس فهریه تبدیل شد. قبلا در موردش چند تا ویدیو ساختیم و دوباره قضیه رو باز نمی کنیم. فقط در همین حد اشاره می کنم که دشمنی فهریه و نسلیهان و حتی همسرانشون یعنی بوراک و کادیر حالاها خیال تموم شدن نداره و اتفاقا روز به روز هم داره بیشتر میشه. حالا بوراک که به حد کافی محبوب بودنش در ترکیه کمی برای زندگی مشترکش مسئله ساز شده بود یا حداقل رسانه ها دوست داشتن اینجوری جلوه بدن، محبوبیتش بین کشورهای دیگه هم بهش اضافه شد. چند ماه پیش بوراک اولین فعالیت بین المللیش رو کلید زد و در روسیه تو اپیزود 11 یک سریال با ژانر سال نو و البته در نقش خودش بازی کرد. از اخبار چند ماه پیش مشخص شد که مردم روسیه چقدر استقبال گرمی از بوراک کردن و البته متقابلا بوراک به خاطر ادبش از طرفدارانش تشکر گرمی کرد، گرچه به خاطر همین رفتار صمیمیش به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و خیلی‌ها حتی به خیانت محکومش کردن. خلاصه که به خاطر این اتفاق جریان عجیبی تو فضای مجازی حکم فرما بود. جالبه که حتی کارشناسان یکی از برنامه‌های سلبریتی محور ترکیه همون موقع خطاب به فهریه گفتن که از ما به تو نصیحت، شوهرت رو تنها نذار و هر جا میره باهاش برو، اونو تنهایی به kişilerهای دیگه نفرست چون طرفدارها ولکن بوراک نیستن و بعدا خودت پشیمون میشی. Diyorduk ki her zaman söylemlerimizde Fahriye bak eşinin yanında ol. Onu yalnız bırakma. و خب حالا فهریه احتمالاً هشدار این کارشناسان رو جدی گرفته و از طرفی جریانات چند ماه پیش بوراک در ارتباط با طرفدارانش زنگ خطری برای فهریه بوده. این بار بوراک رو برای رفتن به روسیه همراهی کرده و همین الان که شما دارین این ویدیو رو میبینین، فهریه همراه بوراک پیش تعطیلات سال نو رو تو مسکو دارن میگذرونن. البته مثل همیشه عکسای قشنگی به اشتراک گذاشته و تو کامنت عکس‌ها هم با بوراک ایموجی قلب رد و بدل کردن. حالا اینکه آیا واقعا فهریه نسبت به اتفاقات اخیر حساس شده و نمیخواد بوراک رو تنها بذاره یا اینکه صرفا یه همراهی ساده زن و شوهری مثل همیشه است، نظر خاصی نداریم، ولی شما حتما نظرتون رو بنویسید. راستی خالی از لطف نیست که اشاره کنم از نظر هیچ کس پنهان نمونده که فهریه بعد از ازدواج عملا شهرت و کاریرش زیر سایه بوراک مونده و فعالیت حرفه‌ایش فقط شامل بازی در پلان‌های تبلیغاتی شده و از این بابت خیلی‌ها بهش انتقاد میکنن که خودت رو فدای زندگی مشترکت کردی، در حالی که همسرت داره هر روز پیشرفت میکنه و مرزهای معروفیت رو جابجا کرده. خب ویدیومون تموم شد، امیدوارم که لذت برده باشید. حتما نظرتون رو در این ارتباط بنویسین چون یک مبحث جنجالی هست و حالا تمومی نداره. خیلی متشکرم که همراهی میکنید. مراقب خودتون باشید. خداحافظ. Yine etrafını çevirirler mi yanında Fahriye varken? Çevirirler. Yine Niye etrafına hücum çevirmesinler? ederler mi yine kızlar? Ederler. Niye Öyle mi? etmesinler? Yani sonuçta Burak Özçivit seviliyor. Sevilen bir Fahriye'den oyuncu. çekinmezler. Niye çekinsinler?